سلام آقای ستاری، خسته نباشید. تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید. من صحبتون با شعر شروع کنم. چنین به آب زدن انتهای حیرت بود، اگر نبود شما رو به آب کوثر دست. دهه 61 هجری قمری، عاشورای حسینی، روز خون خدا و 6/10/1388. تاریخ دوباره تکرار میشه. آمبولانس هلال احمر که ما مستقر بشیم خیابون خوش به عنوان امدادگر بودم. اومدم بلندش کنم که بیارمش عقب، یه خانمی شروع کرد جیغ زدن که این امدادگر نیست، این اطلاعاتیه. سید فیلمش هم برامون آوردی؟ بله هست. این فیلم من خودم از در واقع سایت VOA وایس آف آمریکا، صدای آمریکا دانلود کردم. این کیه این خانم؟ منافق بود به اسم نازیلا. خانم به اسم نازیلا که من شنیدم ظاهرا متواری شد. منو میبرن توی خونه ای، یعنی اینجا میبرن توی خونه ای که تو خونه من به هوش که اومدم، چون نرفتم باز زدن، باز همینجا آخر فیلم که نگاه کنی با سنگ یکی میزنن تو سرم، آخر فیلم هست. اومدم بالا سرم که خب شما فحاشی کن به مغازه رهبری، که شروع کردم به زدن تا میخوردم اینقدری که حالا هنوز بعد 2 سال خب بوابش هست دیگه، یه چشم نابینا، یه گوش ناشنوا، اینقدر میزدن که دیگه در من جنازه رو میندازن بیرون دیگه. الان وضعیت چجوریه؟ یه چشم راستم نابیناست، گوش راستم ناشنواست. بحث اعصاب و روان که واسه من پیش اومده الان، چقدر دخترم از مختش کرده خودم. من تمام ناخونهای پامو کشیدم، مثلا با اتو رون پای منو سوزوندن. ببخشید من اینجوری ازت سوال میکنم، هم اذیتت میکنم، هم شاید خودم و بچه‌هام اذیت میشیم، ولی میخوام بپرسم واسه اینکه بیشتر بفهمم. تو بیهوش شدی بعد از همه این اتفاقات، بعد اون آقایی که تو رو اینا ولت کردن تو خیابون، آوردن داخل خیابون، کجا پیدات کرده بود این آقا؟ تو همون خیابون خوش. همون دیداری با مقام معظم رهبری داشتید؟ الله خب سلام آقای ستاری، خسته نباشید. تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید. دوست دارم ازتون بپرسم از وقایعی که برای شما اتفاق افتاد، هرچند که میدونم اون روز برای شما خیلی روز خوبی نبوده. ستاری هستم، از ریشم هم مشخصه. اولش با یه شعر شروع میکنم. 2 دستم مرکبی، تموم شعرام خطی، باید بگم شاز پسر به شعر من خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. روز 6 دی ماه سال 1388 مقارن با 7 دی ماه 1977 من به عنوان یه امدادگر از پایگاه بسیج مقداد با آمبولانس رفتم تو صحنه که مجروح‌ها رو جمع کنم، منتقل کنیم. اما دیدیم مجروحی نیست که دیگه اونجا در برابر وظیفه دینی و ولاییم قرار گرفتم. گفتم امدادگر حاضر، آمبولانس حاضر، مجروحی در کار نیست، که دیگه دست به کار شده. و الحمدلله تو آمبولانس پنج بوکس و تیزی و باتوم و این چیزا بود که همونجا تولید انبوه مجروح رو شروع کردیم که یه کار تولیدی موفقی بود. سید فیلمش هم برامون آوردی؟ جان آره، فیلمش هم آوردم اینجا هستش. اونو آوردم، چند تا فیلم دیگه هم آوردم. شو هندی هست، دیویدی هست، شو 78 و هر موقع تو صحبتات فکر کردی لازمه رو فیلم برامون توضیح جان پخش کن. بله ببینید اینجا که من دارم میزنم که فکر کنم فیلمو اشتباه آوردم. من ضربه‌ای که خوردم باعث شده حواس پرتی بگیرم. حالا ببین اگه خودت فیلمی می چیزی داری بذارین، جکی جانی، ترمیناتوری، من روش توضیح میدم بهتون که چی بوده.
بله همونطور که میبینید اینجا خیابون خوشه. اینا رفته بودن همه بوکسور مبصورا و غولمولا رو جمع کرده بودن، جکی جان و آرنولد و سیلوستر استالون همه رو ریخته بودن سر ما که اصلا ایده رامبو 4 از اون داستان شروع شد. شما اینجا استاپ بزن، اینجا استاپ بزن. این منم. همونطور که میبینید ما این شکلی بودیم، ما قد بلند، هیکلی، چارشونه، کمپوت و هلو. اینا ما رو به این وضع انداخت. این همون ماشینی که گفتم. استاپ بزن. اون با این زد تو سر شما؟ با ماشین؟ ما هم گیج میزنی ها. یه چیزی بگو باور کنم. از اون زاویه داریم. آره دیگه. همونش دقت کن، شما از هوکش گرفت بلند کرد کوبید تو سرم. که این الان چشمم الان نمیبینه، گوشم نمیشنوه. لپ سمت راستم اصلا کامل سر شده. این سوراخ سمت راست بینیم هم دیگه کار نمیکنه. ترقوام هم دیگه قوهش تخلیه کرده. مهرهام هم که الان زیگزاگی هر کدوم سمت راست ما رو کامل کوبیدن دیگه. البته همش فدای جسم ناقص مقام عظما. I want my son back! Damn you! این کیه این خانم؟ I want my son این back! یکی از دشمنای نظام بود دیگه. اسمش نازالله. نه نمیدونم خیرالله، سعدالله، سیندرلا، همچین چیزی بود. همونطور که میبینید داره داد میزنه دیگه. شروع کرد داد و بیداد، مایسان که دیگه وقتی اینو گفت چون خیلی فوش ناجوری بود. خیلی دیگه ریختن. اولش اصلا خبری نبود تو خیابون. تا اینا گفت دیگه ملت ریختن دیگه. بعدم شنیدم که مثلا این خانم متواری شده. الان وضعیت چجوریه؟ الان والا از اون داستان به بعد خیلی وضعم تغییر کرده. یعنی الان یه چیزایی حس میکنم که اون موقع اصلا فکرش هم نمی‌کردم. مثلا اون موقع ما بیشتر از خر سوار نشده بودیم، اما الان خب 2 تا ماشین داریم. از بیت هم بعضی موقع چک میاد برامون. خلاصه یه چشمون رو در راه عظما دادیم ولی جاش اینا رو گرفتیم. ببخشید من اینجوری ازت سوال میکنم، هم اذیتت میکنم، هم شاید خودم و بچه‌هام اذیت میشیم، ولی میخوام بپرسم واسه اینکه بیشتر بفهمم. تو بیهوش شدی بعد از همه این اتفاقات. بعد اون آقایی که تو رو اینا ولت کردن تو خیابون، آوردن انداختن خیابون، کجا پیدات کرده بود این آقا؟ والا ما رو بردن توی خونه‌ای، همشون آموزش دیده بودن. شدیدترین شکنجه‌هایی که میشه انجام داد رو ما انجام داد. از پاهم شروع کردن. اول ناخن‌های پامو گرفتن، بعد ناخن‌های دستمو گرفتن، بعد بردن همون ریشمیشمو زدن، لباسامو شستن، اتو کردن. اتو یا تمیز. برای یه بسیجی از این شکنجه بالاتر وجود داره. حالا بذار یه نکته رو بهتون بگم. حالا شما با این قیافه‌های 3×4تون تا حالا یه چک از ضد نظام نخوردید. منو کردن بزن دیگه با اتو می‌خواستن الان فیلمش هست. این شما نگاه کن. همین صحنه رو شما نگاه کن. اون بچه منم. آره. اینجا همینجا به من میگفتن باید به امام و ولی فقیه و مقدسات نظام فحش بدی. اینا نمیدونستن با کی طرفم. من فکر می‌کردم اول من این کارو نمی‌کنم، اما هنوز حرفشون تمام نشده بود. من از خود مقام عظما شروع کردم، فحشو کشیدم. یه آوار اقوام درجه 1 و 2 و 3 و نسبی و سببی مقام عظما، فحشایی که خودم تا حالا نشیده بودم. مثلا گفتم یه وقت فکر نکنید فحش دادم چون ترسیده بودم. نه، من فحش دادم که بتونم در رکاب مقام معظم باقی بمونم. یعنی الان کدوم خری حاضر جونشو به خاطر مقام عظما، اونم مقام عظما مافنگی بده. دیداری با مقام معظم رهبری داشتی؟ نه. شده آرزو، شده رویا، شده آنایتا، شده گلوریا، شده سکشن بگو، شده رقیه،